مگه با تو نیستم بیو. خدا این زبون ازت بگیره انشالله. باید ازدواج نمی‌کردم اما راست چطور خدا مال و فلک خیال کرد. آره بیو، کل برادرت با خواهرای ایلان ماسک ازدواج کردن، فقط تو موندی بودی که منو گرفتی. بدبخت، من با تو ازدواج نمی‌کردم کی باید ازدواج می‌کرد آخه؟ لول بشه زبونی که به تو بله گفت. چرا لول نشدی؟ پاشو دیگه داری زیادی میری رو اعصاب منم. پاشو برو یکم وسیله بگیر توی خرفته هیچ نیست براتون کوفت و زهر مار درست کنم. با چی بخرم؟ با پول بابات؟ های بابو شر. مگه نگفتم اسم بابا من میگی به زبونت نیار؟ خدایا هر کی من میخنده سرش بیاد. های خدا این استیتا با بیتا داشتنی؟ پاشو برو با سبد کالا بگیر پاشو. با سبد کلاه 2 نفری چی بخرم؟ یه روغن 2 میلیون تومنه. چرا 2 نفریم؟ ما 4 نفریم. حنبال پسرت سبد کلاه رو جدا کرده. ارباب چی شده مامان؟ این بیوت چی داره میگه ارباب؟ چی میگی مامان؟ من خواب بودم خبر ندارم. چی شده؟ سوال منو با سوال جواب نده. بگو ببینم چه گوی خوردی با اون انتر خانم. سبد کالا رو انتر خانم تو کرده. من گو خوردم. سرخود شدی، هر گوی دلت میخواد میخوری. آره؟ های بابا خونه ای که بزرگش بیو باشه خب همین میشه. چه انتظاری باید داشته باشم؟ نه تو خوبی اسرائیل. های بابا انتر خانم